بچه ها علی آقا اومده فروشگاه ما خرید حضوری میخوایم بریم این چاق علی آقا هم ناشنوایی و نمیشنم و تازه تو گوشش رفت گفت قوه شوخی رو نشونش اینجا مشخصه که با هماهنگی انجام شده چون کسی که فیلم گرفت داره میخنده. بدیم ببینیم متوجه میشه یا نه. بیاد با من بریم علی آقا رو بترسونیم، فقط یواش بیاد که علی آقا نفهمه. علی آقا همین الانش هم فهمیده. علی آقا سلام، خوبی؟ این میدونی چیه؟ چاقو. نه پس میخوای بفهمی اون چاقوه، بعدش هم میکروفون کوریم نمیبینی. شوخی بود. زدی. یارو گفت شوخی بود، بعد علی گفت نه زدی. الان چی شد؟ میشه یکی بگه؟ شوخی بود علی آقا، شوخی بود، اصلا نترس، نگاه کن اصلا جاش هم نیست. یارو داره میگه جاش نیست، بعد علی داره میگه خون. خب این هماهنگ شده. بچه علی آقا خیلی ترسید، من عذرخواهی میکنم. ترسیدی؟ یارو داره میگه ترسیدی، بعد علی داره میگه ها داش میکروفون هم نمیبینی. ببخشید الان من یه آب قند برات بیارم. بچه ها این شوخی رو ترسش اینقدر زیاد بوده که گفته آبغن بیارید جا با هر کسی نکنید. علی آقا نمیدونست این ویدیو کاملا بدون کاملا بدون هیچ شرایطی بدون هماهنگی بوده. هماهنگی بود. خیلی دوستتون دارم. داشت تو اگه ما رو دوست داشتی هماهنگی های فکر نمی آوردی. الان هم دیست تموم شد، تا دیست بعدی خداحافظ.